سلام، اسمم محمد مهدی احمدی و به کانال من خوش اومدید. بالاخره بعد 10,000 سال شروع کردن و شروع نکردن یوتیوب دوباره برگشتیم با یه ولاگ خاص. کجا میریم؟ نمایشگاه ماشین. بریم که ببینیم چه خبر. خب همونطور که میبینیم ما قسمت ماشین سنگینه ها شروع کردیم. این هم یه استراکچر کلی از یه ماشین سنگینه بدون بدن و بدون چرخ. این ماشینی هم که اینجا میبینیم بهش میگن بولدوزر. اسباب بازی مورد علاقه خیلی از ما پسر بچه ها بوده. بیا آخه ببین، یکی نیست به من بگه اینجا آخه تو چی میفهمی از این ساخت و ساز، ولی خب رفتیم دیدیم دیگه، جالب بود. اینجا هم اتوبوس خوشرنگ، تمیز و بزرگ گروه بهمن رو میبینیم که همینجور که میرم داخلش میبینیم که امکانات خوبی برای راننده قرار داده شده. این تیکه هم تیکه ماشین‌های سنگینه، خاور یا کامیونت، لوری، کامیونت تک محوره، کامیونت 2 محوره، ماشین حمل زباله و خب عظمت این ماشین ها رو شما میتونید از روی این نمونه تشخیص بدید. تو اینجا هم یه کاور قرمز خیلی خوش رنگ و از این ماشین ما میبینیم که مال فردا موتورزه و مدل T5. بیایم ماشین های رنگی و بیشتر رواجش بدیم. چی همش سفید؟ این هم رنو تلیسمان خودمونه که الان شده رنو سامسونگ اگه اشتباه نکنم. تیگو 7 پرو، با این تفاوت که این مدلش برقی بود. بله، آرزو 6 پرو که تو خیابونا زیاده خدا رو شکر، اینم یه نمامتش. آریزو 6 جی تی تو دنیا مخفف کلمه گرند توره، یعنی برای تورهای بزرگ و مسافت‌های طولانی استفاده میشه، ولی تو ایران انگار معنای اسپورت داره. الان فونیکس افیکس خوشگل رو می‌بینیم. همین موتور 1.6 توربو 100 کیلومتر کشته و گیربکس 2 کلاجر 0 تا 100 حدود 8 ثانیه. ماشین خوشگلیه دیگه. همین گلیشه توش هم بعد. خب میرسیم به گل سرسبد گروه فونیکس، آریزو 8. هرچی این ماشین بگم کم گفتم. خوشگل، تو دل برو، موتور 2 لیتری، گیربکس 7 سرعت 250. این هم یه آقا پسر خوشگل که ایشالله ماشین باز خفن میشه. طراحی جذاب از روی در گرفته تا داخل ماشین با نور پردازی خاص و خب 2 تا صفحه نمایش. بله، اینم نمایی از عقبش که به ما نشون میده با وجود اون آدمای قد بلندی که میشستن جلو قرار توش جادار باشه. و خب همینجور که میبینیم اصلا این ماشین واقعا خاصه. از رنگ‌های اسپورتش گرفته، فقط رنگش سیاه ها، اینجا احتمالا بخاطر نور سبز میرفته. صندوق جاداری داشت و خب میبینین که 2 تا ایزوز هرور داره که خب به اسپورت بودن این ماشین کمک بیشتری میکنه. میرسیم به قسمت خودروهای اکستریم که واقعا طراحی جالبی داشتن و جذاب بودن. همونطور که میبینین یه نمایی از داخلشه، 2 تا اسکرین، یه دونه موس، دندش احتمالا پشت فرمون بود، یه نمایی از عقب و سقفش و خب این هم یه نما از عقبش که خودروی واقعا شیکیه. و این هم خب یه مدل دیگه از اکستریم TXL که خب به دلیل شلوغی زیاد نشد فیلم میگیرم. و خب این هم گل سرسبد اکستریم VX. واقعا این ماشینه خوشگلی، من دوستش داشتم. به به، ببین کی اینجاست، هونگ چی معروف چینی ها. این مدل برقیشه، حتی این فکر کنم
راستش بخوام یادم نمیاد. و خب خفن ترین ماشین هونگچی توی ایران. بله اصلا اوف، خیلی واقعا این ماشین از ظاهری شیکه شیکه و خفن و همینطور از امکانات. همونطور که میبینین تو گرافیک چراغا و چه جزئیاتی دقت داده شده. اصلا بله هونگچی H5 رقیبی احتمالاً برای اسکلس از لوکسی، شیکی و خب امکانات که خب داخلش زیاد نمیشه. رسیدیم به بخش ایران خودرو که خیلی زیاد بود، ولی خب اصل کاری تو راه. دوستان عزیز توجه بفرمایید، ما ایتکس این ماشین که می‌بینید ما میتونیم بعدها در ویدیوهای بعدی به بررسی کاملش رو بگیریم، مثلا با شات‌های حرفه‌ای بدون مزاحمت هیچ کسی. پیس. آره اینم یه شاسی بلند جذاب بود از گروه جیلی از کارا. واقعا این ماشین به طرز عجیبی منو محو خودش کرده بود. محو ماشین شدیم. راست چی بگم؟ شارژ نه راست چی؟ شارژ میکنن اینایی که جای سویچ دارن، باتری ریموت رو شارژ میکنن. تمام شارژ وایرلس هم نمی‌ذارن. خوشمود میشد تستش کردم. جدا از اینکه کله کچل من دیدین رو نمیدونم من اونجا چیکار داشتم میکردم و خب خیلی چیزا جدید بود برام. دیدین که منم که همه چی نمیدونم، اقسام قابلیت. آقای احمدی به شدت از ماشین راضی به نظر میاد. دقایقیه داره با دقت ماشین رو بررسی میکنه. اون قابلیت سویچر میگه، چون معمولا اون تو سوپرکارا استفاده میشه. هر تلاش برای گرفتن جلوه های بصری. دوستان عزیز همکنون امجی رو شاهد هستیم، سرعتش اینقدر بالای دوربین نمیتونه بگیرتش. و خب گل سرسبد نمایشگاه. آقای عطار نظر تو راجع به نمایشگاه خودروی کینیا که واقع در نمایشگاه شهر آفتاب تهران بود چیه؟ والا نظر خاصی که ندارم. یه سری ماشین چینی از برندهای مختلف با اسم ایرانی دارن میفروشن، ولی کن که باز هم همونا از خیلی از ماشین های خودمون بهتره. جمله سنگین بود، سکوت میکنیم. آره ولی خدایی چند تا ماشینش کیفیتش سهام چی واقعا خوشگل بود. نظر شما چیه باید؟ اون چی خوب بود، اکستریمش خوب بود، جیلی شاسی بلند خوب بود. ایستریم هم اون وی چی بود؟ وی ایکس؟ آره یه وی اونش خوب بود، تو بقیهش هم خوب بود ولی اون دیگه مثلا نسبت به رنج نمایشگاه ما اگه در نظر بگیریم ماشین خوبی بود. ولی که در نهایت خیلی از برندهایی که همین الان داریم بهتر از ماشینایی که الان هست. نمونهش مثلا میتونی بگی؟ نمونهش ماشین کار کرده قدیمی، خب یا حتی کلاسیکا رو که اگه بخوای بررسی کنی، کلاسیکا که به قول خودت یه تایرشون میارزه به کل نمایشگاه امروز. چی بگیم؟ خب استوب نگاه کن عظمه.
زیبای، چالاک، قدرت، جاداری، همش تو ماشینه. اینم از یه ولاگ خسته، وسطش هم نمیشد ویدیو بگیریم انقدر شلوغ بود. همون ویدیوها رو هم نگاه بکنین، حتی خیلیش آدم میاد توش رد میشه، مثلا اینجوری که طرف میدید داری فیلم میگیری میگفت باید از جلوش رد شم. بیشترم بچه بازی بود، یعنی همه اومده بودن بازی کنن. آره ولی خب قسمت ماشین سنگیناش قشنگ معلوم بود اونایی که ماشین سنگین دارن اومدن نگاه کنن. ما همه چی هم رفتیم دیدیم قشنگ، یعنی تا مثلا فقط رستورانش نرفتیم. خلاصه که اینم یه ویدیو بود. اگه دوست داشتین مخلصتونم، انشالله که دوست داشتم واقعا. انشالله. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی میبینیم. فعلا